أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. پارا 29 سورة القلم است. آیت نمبر 18. پارا نمبر 29 سورة القلم آیت نمبر 18. در درس گذشته الله تعالی حالت مشرکین را بیان کرد که مشرکین وقتی که به قرآن شریف نسبتی دروغ میکنه، اذا تتلى علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی که شما او را قرآن بیان میکنی اونها میگویه که اینمی قرآن کی است؟ قصص قومهای سابقه است، اینمی حق نیست بلکه یک کتاب قصص است. و اونها که نسبت به نبی علیه السلام، نسبت نبی علیه السلام را به شاعر و ساحر میکنه. سبب این تمام گناه ها چی است؟ ان کان ذا مال و بنین. سبب اینمی تمام مصائب ای است که اونها مال داره. ما اونها را مال دادیم، اولاد دادیم، به سبب مال و اولاد اونها بدماش شد، به سبب مال و اولاد اونها غره شد، اونها از حق تجاوز شروع کرد. در اینمی آیت الله تعالی میگوید که انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. دروازه بند کرده که اینمی قومی مکه، قومی قریش، ما اونها را ایطور امتحان کردیم مثل که پیش از اینها باغ والا را امتحان کرده بودیم. در یمن اونجا یک منطقه است به نام صنعا، بسیار سبز و شاداب است. در اونمو منطقه یک کس بود، بسیار دیندار بود، الله والا بود. اونمو کس را الله تعالی یک باغ داده بود، بسیار کلام باغ بود که در او هر قسم هر نوع میوه بود. ولی اونمو کس دیندار و بزرگ بود، ترتیب را ایطور جور کرده بود وقتی که حاصلات از باغ خود میگیره او را 3 حصه میکنه. یک حصه واپس به باغ مصرف میکنه، یک حصه برای اهل و عیال و خانه میاره و یک حصه حاصلات زمین و باغ را در راه خدا برای مساکین و غریبان و فقرا در اونها تقسیم میکنه. در اولادهای او یک بچه که درمیان بود، او بچه هم به نظر بابا بود. در اینمی فکر بود که بابا خوب میکنه، اینمی خوب طریقه است که بابا مال را 3 حصه میکنه. ولی دیگر 4 اونها به فکر بود که بابا غلط میکنه، اینمی مالی ما است، بابا بر غریبان تقسیم میکنه، بر فقرا تقسیم. غلط است. فقیر خو یک نیست، 2 نیست، 3 نیست که ما فقرا را پورا کنیم. لہذا بینمی فکر بود که بابا غلط است. خیر تا وقتی که پدر اونها زنده بود، پدر خو
بر ترتیب خود زندگی خود را روان کرده بود، ولی وقتی که وفادر مرد فوت شد، مال در دست اونها آمد. پس اونها چون که زیاد بود، 4 بود، اونمو یک بچه که به فکر بابا بود و تنها شد، دیگر زیاد شد. اونها زیاد گفت که آینده ما اینطور نمی کنیم، به فقیر و به غریب و به نادار نمیتیم، تمام مالی ماست. لہذا وقتی که حاصلات باغ به حاصلات رسید، اونها در میان خود فیصله کرد که آل خود تمام در منطقه که چطور یتیم و بیوه و مسکین است و خو عادت است در وقت حاصلات به باغ ما میآید، این خوب نیست. باید از اونها اینمی مال خود را پت کنیم. فیصله ای کرد که باید ما حاصلات باغ را در شب بگیریم. شب که مردم خواب باشه، در آخر شب در وقت صبح خلق مردم خواب باشه، ما میریم حاصلات باغ را تمام میگیریم، به خانه میاریم. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اونها در تاریکی شب رفت و به یک دیگر گفت که با آواز بلند گپ نزنی، اینطور نشوه که فقیر و مسکین خبر شوه. پس او میآید، باید ما اینمی مال و حاصلات را به خانه خود ببریم، اونها را خبر نتیم. لحاظا رفت. اونها کوشش کرد که اینمی مال را که پدر یک حصه به مسکین میتا، غلط است، ما باید تمام را به خانه خود بیاریم. ولی اونها خبر نبود که مال در دست ما نیست. اینمی مال، اینمی قدرت، اینمی طاقت در دست کی است؟ الله تعالی. و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خود اختیار الله هست و الله تعالی اینمی فیصله کرده که کدام کس که غریب پروری میکنه، در مال خود به غریب و به نادار حصه میته، ما اونمو کس را مال او را زیاد میکنیم، در او برکت میاندازیم و مال او را برای او سبب خیر جور میکنیم. و کدام کس که در مال خود حصه مسکین و غریب را جدا نکرد و در مال خود بخل شروع کرد، یک فیصله خدا است که ما مال او از او میگیریم. در بخاری شریف حدیث است، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: ما من یوم الا و ملکان ینزلان. در هر روز از اسمان 2 ملائک می آید. برای چی؟ یک برای دعا می آید، حدیث بخاری است. یک برای بد دعا می آید. کدام دعا می کنه؟ احدهما یقول اللهم اعطی ممسکا تلفا. یک بد دعا میکنه، بد دعا، ما در پشتو را شرا میگوییم. یک میگوی یک ملک از صبح تا شام اینمی میگوی یا الله کدام کس که مال خود را پت میکنه، جمع میکنه، به مسکین و به غریب دست خود را دراز نمیکنه، یا الله بر مال او تلف هلاکت مسلط کنی، مال او را ختم کنی، مصیبت بیاری. ملک دعا میکنه. وقتی که دعا ملک میکنه الله قبول میکنه نمیکنه؟ میکنه. لہذا بر مال دعا میکنه که یا الله مالی او را هلاک کنی، یک مشکل بری وجود کنی، دز مسلط کنی، ظالم مسلط. دیگر ملک چی میگوی؟ والآخر یقول اللهم اعطی منفقا خلفا. دیگر ملک از صبح تا شام اینمی دعا میکنه یا الله کدام کس که در راه خدا به مساکین، به غربا، به فقرا میته، یا الله او کس را زیاد کنی مالی او. 10 روپه داد، یا الله در عوض 10 100 روپه بیتی او را زیاد کنی مال. اینمی کار است، ترتیب خداوندی تو است. نبی علیہ السلام قسم خورد. نبی علیہ السلام قسم خورد که ما قسم میخوریم به ذات خدا که صدقه مالی کس را کم نمیکنه، بلکه صدقه مالی یک مسلمان را زیاد میکنه. اینمی مردم که کوشش میکنه که مال لا پت کنه، صدقه نکنه، اینا فکر میکنه که ما مال خود را زیاد کردیم. دوکاست.
اونمو مال الله هلاک میکنه، طلب میکنه. لہذا اینمی برادرها که بود در اولین صبح که سیاهی شب بود اراده کرد که میریم به باغ، میوه باغ را، حاصلات باغ را جمع میکنیم، به خانه میاریم و پت پت اینطور نشوه که کسی غریب خبر شوه تا که تمام را بیاریم. لیکن فیصله خدا دیگر قسم بود. وقتی که اونها رسید به باغ خود ایستاد شد، تر خالی زمین است، نه حاصلات است، نه درخت است، نه میوه است. یک به دیگر کرد گفت انا لضالون. یک برادر به دیگرها گفت که ما و شما باغ خود را گم کردیم، یک به دیگر جا آمدیم، باغ ما شب ما آمدیم اینطور پر بود از میوه ها، این جا که خالی است، یک درخت هم نیست، یک حاصل خالی است، گم کردیم. اونمو برادر که بود برادری نیک، او گفت که بل نحن محرومون، نه مسئله اینطور نیست. وقتی که ما و شما فیصله کردیم که مسکین را، نادار و فقیر را محروم میکنیم، او را نمیتیم، الله تعالی ما و شما را محروم کرد، از ما و شما تمام مال گرفت. و چطور شد؟ در شب الله تعالی بر اونمو باغ یک عذاب نازل کرد، تمام باغ را، تمام میوه و حاصل را سوخت، ختم کرد. پس در میانی اونها که کدام برادر در میانه بود و به دیگرها گفت الم اقل لكم لولا تسبحون، ما به شما نگفتیم که اینطور نکنی؟ مال خدا تعالی داد، در نتیجه مال شکر خدا را ادا کنی، در مقابل مال اطاعت خدا تعالی کنی. مال سبب اطاعت است، مال سبب بدماشی و غرور نیست که داد ما نیست. ما خود در اختیار خود زندگی خود نداریم، نه آمدن ما به دنیا به اختیار ماست، نه رفتن ما به اختیار ماست، نه مال در دست اختیار ماست، نه عزت در دست و اختیار ماست. علی اینجا که کدام سپید ریش است، از اونها پرسان کنی که در زندگی شما در اینمی افغانستان چند حکومت آمد؟ چند حکومت آمد؟ چی شد؟ به کدام دبدبه و حیبت و غرور آمد؟ چطور رفت؟ به یک کش آمد، به یک غرط رفت، به یک کش آمد، به یک غرط رفت. و در دست الله تعالی است. ما کی هستیم؟ ما از کدام جا هستیم که به مال و به عزت و به قدرت و به منصب غرور میکنیم؟ لہذا الله تعالی در اینمی آیات اعلان میکنه انا بلوناهم، که اهل مکه را ما امتحان کردیم، اهل مکه مال دادیم، خاص کر به ولید ابن مغیره که سرسخت دشمن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و هر وقت به رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید که شما شاعر هستی، شما ساحر هستی، نعوذ بالله، شما دیوانه هستی، شما فلان هستی. الله تعالی میگوید که اما مال دادیم و اونمو کس در اینمی مال و در اولاد ناکام شد در اینمی امتحان. مناسب خوی طور بود که اونمو کس به در مقابل اینمی نعمت شکر کنه، ولی اونها ناشکری کرد، مثل که اینمی باغ والا کرد. پدر اونها ترتیب جور کرده بود که یک حصه مال باید در فقرا تقسیم کنیم، در مساکین، ولی اولاد فکر کرد که ما جوان هستیم، ما تعلیم یافته هستیم، پدر ما نادان بود که مال لا در میان فقرا تقسیم میکنه، نه ما جوان هستیم، ما تمام را جمع میکنیم. الله تعالی فیصله کرد که تمام میگیریم از شما. انا بلوناهم، ما اونها را امتحان کردیم، کما بلونا اصحاب الجنه، مثل که ما امتحان کردیم بر اصحاب جنه، بر باغ والا. یاد کنی اذ اقسمو، یک وقت بود که اونها در میان خود قسم کرد که ما به مسکین نمیتیم. پدر که مرد، پدر رفت، بچه ها برادرها در میان خود قسم کرد که ما به مسکین نمیتیم. اذ اقسمو، و او وقت را یاد کنی که اونها قسم کرد لیسرمونها، که ما اینمی باغ را قطع میکنیم، مصبحین، در وقت صباح، در تاریکی شب، که اول صبح باشه، تمام مردم خواب باشه، در اونمو وقت ما اینا قطع میکنیم، به خانه میبریم. ولا یستثنون، اونها حصه مسکین را جدا نکرد، اونها فیصله کرد که ما به مسکین حصه نمیتیم. بابا غلط بود. بسیار مردم است که خود را روشن فکر میگوید،
خود را هوشیار میگوید، بر طریقه اونها که پیش از اونها گذشته بر اونها رد میکنه که او غلط بود. او غلط نبود، او از ما و شما هوشیار بود. ما و شما غلط هستیم. اذا اقسموا ولا یستثنون فطاف علیها، فاستواف کرد بر باغ اونها طائف یک عذاب من ربک، از طرف رب شما، از طرف الله تعالی بر اونمو باغ در شب یک عذاب آمد. و هم نائمون، اونها خواب بود، بر باغ اونها عذاب آمد. فاصبحت کالصریم، باغ اونها چی شد؟ اینطور شد مثل که شما یک زمین را لو کنی، بعد یک زمین کاشت کردی سرسبز و شاداب است، ولی بس رفتی او را لو کردی که لو کردی خالی شد. در شب اونمو عذاب آمد، تمام زمین را ختم کرد، صاف کرد. فتنادوا مصبحین، برادرها درمیان خود بر یک دیگر آواز کرد در وقت صبح. چی گفت؟ یک به دیگر گفت ان اغدوا علی حرثکم، زود کنی، تلوار کنی، روان شوی در وقت صبح به طرف کشت خود، به طرف باغ خود. ان کنتم صارمین، اگر شما اراده داری که او را قطع کنی بس اینمی وقت است، برو. فانطلقوا، اونها روان شد به طرف باغ. و هم یتخافتون، پت پت میره، یک به دیگر میگوید که به آواز بلند گپ نزنی، اینطور نشوه که غریب و مسکین خبر شوه پس او میآیه میقع. یک به دیگر گفت که آرام آرام بری، به پایه های خود تک تک نکنی، اینطور نشوه که غریب خبر شوه. اینمی هوشیاری است، اینمی چالاکی است. پدر خوی فیصله کرده بود که تمام باغ 3 حصه است، یک حصه واپس بر زمین مصرف میشه، یک حصه برای اولاد، یک حصه برای خدا، بر غریبان و فقیران. ولی اینها میگوید که نی، پت پت. الله اکبر. فانطلقوا وهم یتخافتون، اونها یک دیگر را میگوید که پت شوی، پت روی. الله، بسببی الله یدخلنها، که داخل نشوه در اینمی باغ. الیوم، امروز، علیکم بر شما مسکین، اینطور نشوه که مسکین خبر شوه، پت روی تا که مسکین خبر نشوه. و غدوا علی حرد قادرین، اونها به اینمی فکر بود که ما بر اینمی گرفتن میوه باغ خود پورا قادر هستیم، میتوانیم، زیرا شب باغ اینطور پر بود. فلما رأوها، وقتی که اونها باغ خود را دید، قالوا انا لضالون، یک به دیگر گفت که خطا شدیم، به دیگر جا آمدیم، باغ ما خود پر بود، از میوه کدام جاست؟ بل نحن محرومون، و دیگر گفت که نه، خطا نشدیم، محروم شدیم. الله تعالی از ما و شما و نعمت تمام گرفت. کسی که در مال خود به الله حصه نمیته، کسی که در مال خود به فقیر و به نادار حصه نمیته، الله تعالی بر مال او هلاک مسلط میکنه. چطور هلاک مسلط میکنه؟ در بازار میره، اکسیدنت میکنه، موتر او تکر میشه، 3 لک 6 لک 7 لک روپیه اونجا مصرف میشه. ای چرا؟ ای به اینمی سبب که الله تعالی از او خواست که به یک فقیر و به یک نادار 100 روپیه بیتی. اگر او اینجا 100 روپیه مصرف میکنه، الله تعالی او را از این محفوظ میکنه. ولی اینجا 100 روپیه را نداد، الله تعالی اونجا از او 100 لاک کشید. ظالم مسلط میکنه، لا علاج بیماری مسلط میکنه. یک مرتبه در دوره حدیث بودیم، در از استاد خود یک طالب علم از استاد ما شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پرسان کرد که حضرت اینمی برکت چی است که در هر حدیث می آید؟ فلان کار کردی در مال شما برکت می آید، فلان کار کردی در مال شما برکت می آید، فلان کار نکردی برکت نمی آید، پیسه کم نمیشه. و یک عجیب مثال داد، گفت که یک مرتبه یک کس از سیدنا علی رضی الله عنه یک کس پرسان کرد که برکت چی است؟ ما نمیدانیم. سیدنا علی رضی الله عنه را مثال داد که ما به شما مثال میتیم بس شما خود درک میکنی. گفت یک سگ است، سگ که در تمام سال یک مرتبه بچه میته و او هم زیاد 1-2 میته، 1-2 نه غلط شدیم، سگ 6 و 7 میته. سگ در سال 2 مرتبه تولد میکنه و در هر مرتبه 6 و 7 میته. در سال که 2 مرتبه تولد کنه و 6 و 7 تولد کنه چند میشه؟ 12 میشه.
و دومی اینمی است که یک کس هم سگ ذبح نمیکنه، گوشت سگ نمیخوره. دوم طرف گوسفند است، در تمام سال یک مرتبه تولد میکنه و چند بچه میشه؟ یک و دو میشه. و دومی است که صبح و شام مردم را ذبح میکنه میخوره. لیکن امکان خو باید اینطور باید شوه که سگ زیاد شوه، گوسفند کم شوه. لیکن در هر دشت و بیابان، در هر کوه و زمین ما رمه میگوییم، شما چی میگویی در پارس؟ رمه سگه هست یا رمه گوسفند هست؟ چرا؟ زیرا در گوسفند برکت است، اینمی حیوان جنت است، در سگ برکت نیست. وقتی که یک کس اونمو اصول را مراعات میکنه، کدام اصول که شریعت وضع کرده، الله تعالی در مال او برکت می اندازه. پس به 1 روپه به 100 روپه علاج 1,00,000 روپی میشه. و کدام کس که در مال خود حصه مسکین و فقیر نمیته، پس الله تعالی از مال او برکت میکشه. پس مثال داد، اینمی مالدار است و در مال خود حصه خدا و مسکین نداد. اینمی یک عام انسان است، در مال خود حصه خدا داد. در خانه اینمی کس هم یک بچه بیمار میشه، در خانه اینمی هم یک بچه بیمار میشه. ولی بچه ای که بیمار میشه از دکان، از دواخانه دوایی 50 روپه میخره، الله تعالی بچه او را صحت میده. و بچه ای که بیمار میشه کم از کم 6 و 7 و 8 لک مصرف میآوری. یا الله تعالی پیسه او را کشید، بر پیسه او هلاکت مسلط کرد. ای بی برکتی است. قال اوسطهم، و برادر درمیانه اونها را گفت الم اقل لكم لولا تسبحون، ما به شما نگفتیم که مال الله داده، در نتیجه مال تسبیح الله بخوانی، شکر الله ادا کنی. قالوا اونها فهمید که ما غلطی کردیم، سبحان ربنا، توبه کرد. سبحان ربنا، اونها گفت پاکی است برای خدای ما، انا كنا ظالمین، ما ظالم بودیم که حصه مسکین را از مال خود جدا نکردیم. فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، پس درمیان اونها خود جګړه شروع شد. یک برادر به دیگر میگه شما غلطی کردی، و گفت شما غلطی کردی و شما غلطی کردی. دیدی ما و شما اکثر مردم میگه غربت بود، فقر بود، ولی الحمدلله تمام برادرها یک جا بودیم، بسیار خوشی و خوشنودی بود. الکی ما مال پیدا کردیم، در خانه جنگ شروع شد، برادرها با یک دیگر جنگ میکنه. و چی وجه است؟ اصل مسئله اینمی است که وقتی که در مال حصه مسکین جدا نکنی، پس اونمو مال سبب جنگ جور میشه، اونمو مال سبب ناراحتی جور میشه. اینمی است. برادرها درمیان خود جنگ شروع کرد، یک به دیگر میگه شما ملامت هستی، و گفت شما ملامت هستی و شما غلط کردی و شما. الان که غلطی اصل او بود که مال را در راه خدا به مساکین نداد. قالوا یا ویلنا، در آخر تمام فیصله کرد انا كنا طاغین، اصل ما گمراه بودیم، سرکش بودیم که مال الله به ما داد و ما در مال حصه خدا جدا نکردیم. عسى ربنا، ما توبگار هستیم، امید داریم که الله تعالی چی کنه، ایبدلنا خیرا منها، که الله تعالی به ما ازی خیر بته. انا الى ربنا راغبون، ما واپس به طرف الله متوجه میشیم. كذلك العذاب، الله تعالی میگوید که هر کس که در مال خود غرور او تکبر شروع کنه، در مال او او در اونمو مال که ما دادیم، در اونمو به سبب اونمو مال کدام کس بدماشی شروع کنه، ما برو در دنیا هم عذاب نازل میکنیم. ولا عذاب الاخرة اکبر، و عذاب اخرت ازی هم کلان است. لو كانوا یعلمون، اگر انسانها را درک کنه. لہذا به ما و شما هم از اینمی درس، اینمی نصیحت آمد که کدام چیز که الله تعالی به ما و شما داد، حق اونمو مال و حق اونمو عزت اینمی است که ما و شما شکر او را ادا کنیم. قبل پیش از مالدار شدن، اگر ما و شما یک نماز دو نماز را به جماعت می خوانیم، در روز یک و دو 4 رکعت نفل می خوانیم، پس از این که الله تعالی به ما و شما مال و عزت داد، بعد ما و شما در روز 50 رکعت نفل شروع کنیم. قبل یک سپاره تلاوت کردیم، البته 3 سپاره تلاوت شروع کنیم، زیرا که الله تعالی ما را مال داد، عزت داد. ولی بالعکس انسان ایترس
ما جمعه گذشته هم گفتیم که مزاج انسان چطور است؟ انسان چی میکنه؟ انسان کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. بس انسان وقتی که خود را میبینه که پر شدیم، مال پیدا کردیم، پس طغیان شروع میکنه، سرکشی شروع میکنه. چرا سرکشی میکنه؟ این مال خو حدیث شریف است المال غاد و راح. مالی تو راست که صبح میآید شام میره، شام میآید صبح میره. اینطور نیست که ما ټیکه گرفتیم که خامخا یعنی مال امرای ما باشه، قرارداد کردیم. الله تعالی مثل که میته اینطور الله تعالی میگیره. انسان باید به مال و به دولت و به عزت و به منصب دوکه نشوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.